مسابقه رقص برگزار بکنه، زنای مردم را در استودیو برای رقص بکنه، این باشه به مصلحت جامعه. یک عالم و یک دعوتگر باشه خلاف مصلحت جامعه. اگر نهادهای امنیتی توانایی تفکیک قگب را ندارن، غلط میکنن که خود به عنوان مسئول جامعه معرفی میکنن، غلط میکنن که خود مسئول حفظ تامین امنیت جامعه معرفی میکنن. آیا امنیت جامعه با زندانی کردن علما و قهرمانسازی رقاصه ها تامین میشه؟ و اگر کسی این فهم را داره غلط میکنه با این میفهمش. پلیس آمده سال ستاد کنه، پلیس متاسفانه طبق روال معمول ظالمانه علمای ما از طرف نهادهای امنیتی بدون موجب شرعی، بدون موجب قانونی بارها و بارها گرفته میشه و این یک روال هم خلاف شریعت الله، هم خلاف دین الله و هم خلاف قوانینی که خودشان ادعا میکنند او را به خاطر تنظیم جامعه ساختن خلاف ازیست. اگر هدف نهادهای امنیتی حفظ امنیت جامعه باشه، اگر هدف نهادهای امنیتی حفظ مصالح مردم باشه، اگر هدف وجود دولت خدمت به مردم بوده باشه، من باور دارم و یقین دارم به این که نقش علما به خاطر حفظ مصلحت جامعه 100 مراتب بیشتر از اینها هستند. اما اگر اینها خواسته باشند با فشار آوردن علما و با تحت تعقیب قرار دادن علما و دعوتگرا نظم اجتماعی را برهم بزنند، پس وجود خودشان قطعا زیر سوال است و دروغ بودن خودشان از هر چیز دیگه که آشکارتر هست. همه شما باورمند هستیم که اگر امنیت نسبی هم که در جامعه هست به خاطر وجود علما هست. اگر علما مردم را دعوت به صلح و دعوت به طرف خیر و خوبی و مصالح مردم نتن، چیز دیگه در جامعه باقی نمانده. ظلم این نظام‌های ظالم به حد شده که هر لحظه باید مردم در مقابل از اینها کاری بکنن. اگر خودشان امیر میخواین، اگر خودشان میخواین که نظم اجتماعی را برهم بزنن و اگر خودشان میخواین که وضعیت شکننده موجود را شکننده تر بسازن و اعمال ظالمانه خود ادامه بدن و اگر این اهداف را ندارن، زندانی کردن بی موجب علما هیچ امری به جز یک ظلم آشکارا دیگه نمیتونه بوده باشه. و من مطمئنم همون قدری که شما باورمند به بیگناهی مولوی صاحب دست دارین، امنیت از او کده بیشتر باورمند است. به خاطر چی؟ به خاطری که متاسفانه وضعیت امروزی زندگی به گونه‌ای است که نهادهای استخباراتی حرکت‌های کوچک و بزرگ هر که فرد را تعقیب میکنه. ممکن ما شما فقط در حد اون دوستی و رفاقت از مولوی صاحب میفهمیم، اما امنیت تک تک صداهایی را که در هر جا گپ میزنه را ثبت میکنه. اونا خوب میدانن که مولوی صاحب بیگناه است، از ما که باورمندن به بیگناهی مولوی صاحب، اما در نتیجه فشارهای جریانات مغرضی که میخواین امنیت نسبی موجود جامعه افغانستان را برهم بزنن، علمای ما را زندانی میکنن، تحت شکنجه قرار میدن و با بسیار بیشرمی بعد میگن که بر کسی هم نگید. دوباره تکرار میکنیم، اگر هدف وجود دولت، اگر وجود نهادهای به نام امنیت و فلان فلانش خدمت برای جامعه و حفظ مصلحت جامعه هست، پس امی مردمی هم که آرام هستن اینها را هم نارامتر نسازن، امی مردم را هم از خانه هاشون به کوه ها روان نکنن. دعوای از اونها است که ما مردم را از کوه ها به زمین به داخل شهرها بیاریم، به خانه هایشان بر بگردانیم. با این عملکردها چند نفری هم که در این جمانده را هم به دیگر جاها روان نکنیم. وجود دولت و وجود نهادهای امنیتی به خاطر شکنجه مردم بیگناه نیست. دزدار هم همگی میفهمند، انسانهای فاجر و بدبخت هم همگی میدانند. همین دیم روز بود مسابقه رقص برگزار شده و یک پلید خبیث دیگر را برایش قهرمان معرفی میکنه، یک دلاک خبیث به نام قهرمان در جامعه معرفی میکنه و یک عالم و داعی را به طرف زندان میبره. کجای او جامعه به خیر است و کجای او دولت به خیر است؟ حداقل انسانی است که امت یک کار را بکنه. چی کسی نمیتونه تفکیک بکنه بین یک رقاصه و بین یک عالم دین؟ و اگر نهادهای امنیتی امی تفکیک را ندارن، چی معنا داره اصلا وجود از اینها؟ که یک رقاصه را باید برش قهرمان بده، همه امکانات برش مساعد بکنه، مسابقه رقص برگزار بکنه، زنای مردم را در استودیو برای رقص بکنه، این باشه به مصلحت جامعه. یک عالم و یک دعوتگر باشه خلاف مصلحت جامعه. اگر نهادهای امنیتی توانایی تفکیکی قگب را ندارن،
غلط میکنن که خود به عنوان مسئول جامعه معرفی میکنن، غلط میکنن که خود مسئول حفظ تامین امنیت جامعه معرفی میکنن. آیا امنیت جامعه با زندانی کردن علما و قهرمانسازی رقاصه ها تامین میشه؟ و اگر کسی این فهم نداره غلط میکنه با این میفهمش. ما بارها مثل که استادا گفتن از روز اولی که خبر شد مولوی صاحب گرفته، اول یکی از دوستای ما هم شکایت میکنن، میگه شما آرام که شیشتین خودشان از اون کنج دنیا در زیر پای فهم در زیر صندلی اگه اونجا باشه شیشتن گپ میزنن. هیچ استاد و عالمی که الحمدلله با مولوی صاحب شناخت داشت آرام نبود از روز اول. تلاش ما این بود که ما اینمی بحران را از راه معقولش ریشه‌ای حل بکنیم. ریشه‌ایش یعنی چی؟ این معضله یک فرد نیست و معضله یک باره هم نیست. تن مولوی صاحب گرفته نشد، مولوی صاحب معروف راسل گرفته نشد، مولوی صاحب حسیب گرفته نشد، دیگه علمای ما گرفته نشدن. امی معضله با تظاهرات ما تصور ما این بود که ممکن حل شود. یک بار گرفته شد، تظاهرات شد، آزاد شد، دیگه بار گرفته شد. اما برداشت ما مشخص است که ما با نهادهای امنیتی بسیار واضح و صریح گپ بزنیم. اگر در نزد شما دعوت به دین الله، داشتن عقیده به قرآن و سنت، دعوت کردن مردم به طرف خیر و خوبی جرم است، بگین ما بفهمیم که مجرم. علنی بگین جرم است، ما میفهمیم جرم، بعد میفهمیم چی باید بکنیم. و اگر جرم نیست، پس کسی را که میبری بعد ثابت بکنی که جرم کردی. هدف همی بود که با بزرگایی دولت هر کسی که بوده باشه، اگر عین است، اگر غین است، اگر فنفی است، اگر قاف است، هر کسی که از با اینها نشسته شود و واضح و صریح صحبت شود که اگر تو مسئول امنیتی، اگر تو رئیس جمهوری، اگر رئیس اجرایی، اگر رئیس امنیتی، برای ما واضح گپ بزن. اگر داشتن عقیده جرم باشه، ما واضح اعلام میکنیم اینمی عقیده ماست، واضح اعلام میکنیم اینمی دعوت میکنیم، واضح اعلام میکنیم که تربیت ما اینمی نه تربیت است و برای ما واضح گفته شود. اگر جرم نیست، خودشان تکرار میکنن، خودشان میدانن که مولوی صاحب مجرم نیست. گفتم ما شما کمتر از امنیت کردن نسبت به احوال مولوی صاحب آگاه ترین، مطمئن باشیم کمتر آگاه ترین. پس عملکرد از اینها عملکرد مغرضانه است، عملکرد از اینها عملکرد خیرخواهانه نیست، عملکرد از اینها خودشان میدانن که مصلحت جامعه نیست. و اگر در نتیجه فشارهای بیرونی مولوی صاحب گرفته میشه، فکر نکنین احمد و محمود مولوی صاحب مثل دیگه مردم وارث یا مثلا علمای دیگه و دعوتگرای دیگه، اینا یک فرد نیستن. مولوی صاحب یک فرد نیست، یک دعوت است. ما اینجا به خاطر مولوی صاحب به عنوان یک فرد نآمدیم، به خاطر دفاع از دعوت آمدیم. و نه تنهایی که اینا خودشان هم نه، بابا کلانه هایشان هم نه، هیچ کسی در دنیا جلو دعوت دین الله را گرفته نمیتونه. و اگر جرأت دارن و ایمان دارن به اینکه مخالفت دین الله میکنن، مردانه استاچن بگن ما مخالف دینیم، که من میفهمم پدرشان هم این همت ندارن. اگر داره پس اعلان بکنن که ما مخالف دعوت به طرف دین الله هستیم، که بعد فهمیده شه و هر انسانی بفهمه مسئولیت و مکلفیت خود را. از یک طرف داد از دین میزنن، از دیگه طرف به تعبیر استاد ماده 3 قانون اساسی خود را چیز نوشته میکنن. بعد رقاصه آزاد است و عالم زندانی. این در کجای قانون گنجانیده میشه؟ در کجای قانون وجود داره؟ در کجای نظام وجود داره که داد بزنی به اینکه من اسلام هستم، لاف اسلام را بزنی و بعد یک رقاصه را همه امکانات مادی و معنوی را برش آماده بکنی، همه نیروهای امنیتی تا بسیج بکنی تا از او دفاع بکنی. تو یک عالم و یک دعوتگر را بدون موجب زندانی بکنی، حداقل بر مبنای معیارهای ظالمانه نظامهای خودتان آماده نمیشن برای از اونها حقوق بکنی. حقوق بشری که میگن امیس، دموکراسی که میگن امیس، آزادی بیانی که میگن امیس. و اگر ای باشه ما ازش بیزاریم. هیچ منطق انسانی جور نمیآید و در هیچ منطق شرعی جور نمیآید. برای بار آخر برای نهادهای امنیتی میگیم که اینمی معضله را ریشه‌ای حل بکنیم. بله ما هم تکرار میکنیم که اگر کسی مرتکب جرم شده بود که توان دفاع نداره وکیل شرعاً برای ما اجازه نمیده. ولا تکونوا ظهیرا للمجرمین. از مجرم کس دفاع نمیکنه. او جرمی که شریعت را جرم گفته باشه، نه هر گپ مسخره را که خودتان جرم معرفی بکنید. اگر مجرم باشه بگین که این جرم کرده، خلاص گپ حل است. غیر از حالت اگر خواسته باشین و تصور بکنین با تحت فشار قرار دادن علما جلو دعوت را میگیرین، اصلا یارمان را به گور ببرین. این سرزمین سرزمین اسلام است. این سرزمین سرزمین جهاد و مبارزه هست در مقابل
همه کسانی که برخلاف دین الله بوده باشند و همه ما آماده هر نوع فداکاری به خاطر دین الله تا ریختاندن آخرین رمق خون خود هستیم و این تصور باطل را دور بکنن. این سرزمین بیش از 2 میلیون خون انسان را شهید داده تا در اینجا اسلام حکومت بکنه و اگر تصور باطل اینهایی بوده باشه که با شکنجه علما، با از بین بردن و شهید کردن علما و با تحت فشار دادن علما میتونن صدای حق را خاموش بکنن، تکرار میکنم غلط میکنن. قاعده الهی، سنت الهی است. اگر ما ضعیف شویم تصور نکنیم با ضعف ما دین الله ضعیف میشه. قسم به الله متعال است. الله متعال مردان را در میان این امت مبعوث بکنه و الله اونها را خلق بکنه که بسیار جرأتمندانه از دین الله دفاع بکنه و این را بدانن که این سرزمین فقط از آن اسلام است و این نظام های پوچ بشری و این چوچه های صلیبی ها روزی از این سرزمین میرن به هر ترتیبی که بوده باشه و این فشارهای ظالمانه را از سر علما بردارن و امنیت نسبی موجود جامعه را بیشتر از این مختل نکنن و اگر اطلاع نشد ما برش اعلان میکنیم از اینجا در همه ولایات افغانستان اعتصاب‌های را برا بندازیم که شاید خودشان با جلو از او را گرفته نتانن و اون وقت نگن برای ما چرا نگفتیم. امیال براشان گفتیم 20 روز هم صبر کردیم. ما خودم بارها و ساده را گفتیم که خیر بگذاریم از راههای معقول و از راههای قانونی مشکل حل شد. اگر نشد اون وقت دوباره تکرار نکنن چرا برای ما نگفتیم. و این به عنوان یک حرکت کوچک هم نخواد بوده باشه. یک جریان فکری دعوتی را دشمن خود نسازیم. او جریان فکری دعوتی که یک نفر نیست، 2 نفر نیست، 1000 نفر نیست، میلیون ها نفر است. در همین افغانستان میلیون ها نفر است. پس این گپ را باید درک بکنن. من توقع دارم از کسانی که داد اداره جامعه را میزنن، لافی را میزنن که ما امنیت جامعه را حفظ میکنیم، عمیق گپ درک بکنن. از دیگه گپا خوب خبرانی را هم بدانن که این جریان یک نفره و 2 نفره و 1000 نفره نیست، میلیون ها نفر تنها در افغانستان پیرو دارن و این غلط را نکنن که خود مردم را دشمن خود بسازن و مردم را که زندگی آرام خود داره و در اصلاح جامعه کار میکنه، برای تربیت جامعه کار میکنه، اینها را بر علیه خود بسیج نکنن. امیدوار هستم این بینش و این هوشیاری و این ذکاوت در بین کسانی که داد اداره جامعه را میزنه ایجاد شود و هرگز دوباره اشتباهات خود تکرار نکنن.